السلام علیکم برادرای عزیز، امیدوارم که خوبین، صحت سلامت هستین. برادرای عزیز، گپی ماشید. گفتم که برادرایی که به صبر صغیرها به صبر نشین، صبر کنین. صبر این خودش یعنی که میوه بهشت برادرای عزیز. ان شاءالله که همش خوب میشوه، همش نغز میشوه. ما گفتیم که میکنن، الحمدلله این میکنن، این میشوه. آرام برادرای عزیز، امروز برای اومد، وقت ساعتی اومد که یعنی که ما باید درباره برادرها باشیم، درباره توجیک باشیم، توجیک درباره توجیک باشیم. نگاه کنیم برادر عزیز، از هر یک تات خواهش میکنیم برادر عزیز، نواری ما را لایک مونین، پهن کنین که تو برادرای دیگه ببینن، یعنی که در می گروهی خیریوی، در می گروهی برادرایی که آسیب دیدن ایمی سیل، یعنی که برادرایی که در شهر وحدت شد، در دیگر نوحیه ها شد. ما نمیدونم در کدام رایون ایمن کلان همی خیلی آسیب دیدن، یعنی که ما دعا میکنیم که خداوند مهربان هر جایی که در همه آسیب دیدار باشن، الهی مهربان صبر جمیل شون بتن، خداوند گذشتگانشون رو رحمت مغفرت کنه. برادران کارتوهای همه برادران الحمدلله، برادران گروه یعنی که برادرمون اکای منصور الله برکت شده، یعنی که در همه درون هست کلانتری بلوگیرو، یعنی که هر یک سومی که میپرتین، هر یک چیزی که میپرتین الحمدلله که در امانت خیانت کردن نمیشوه. انشالله با مردم آسیب دیده میروه میرسه انشالله. برای اون برادر عزیز، کدامید که زورت میرسه به خاطر الله یاردم کنین، دستگیری کنین، یعنی که این مردمی که آسیب دیدن الحمدلله الله برکت بده اون برادرایی را که در اونجا حضور داشتن، خیر کردن، سهم خودشون رو گذراندن. نگاه کنین در برادر عزیز، خیلی که برادرمون اسماعیل توجیک با قید گرفت، خیلی مردک از شهر وحدت، مردک با چشمش میبینه که در اونجا چی میگذره چی نمیگذره، مردک در همونجا اشتراک داره. یعنی که برو مد نوار کرد، من نوار شد دیدم، الله برکت شده. نگاه کنین در برادر عزیز، هم مردک سخن کرد، خیز گپ زد که مردم کجای خواه ما میکنی، یاردم که استن در همینجا، دستگیری که استن، این من ای حکمت اومدی یاردم کردن در همینجا، عبدیزت نه برای چی؟ یعنی که رازبور جنگ داو که انا نمیکنن، انا این خیلی شدن، انا هر یک چیز برای میخچه دوره. برادر عزیز با صبر باشین، همین با صبر باش، انشالله که همش خوب بشود. اینا نگاه کنه که الحمدلله که حکمت ما یاردم که است، انشالله که کدامش خونش از دست داد، خونش انی میکنن همه همیو. برادر عزیز فریمی خچه دارد، با صبر باشین. چم گپی لیشنی گفتن، چم یک شورش ورداشتن، چم یک گپای قبیح زدن، یه سرجمونه یک جا باشیم. ما باید مردکی مون ایشون بتیم، نه اینکه بخیزیم ایمون با ایمون ها آنایی تاریشید ها. این گپ لوبای که زده میتونه برادر عزیز، امی گپ لوبای که زده میتونه عمل کردن در کار، عمل برای هم قدر پریج چم یک گپ را گپ زدن، یک فکرای بد کردن، فکر کردن در کار نیست، نه نیتی بد، نه یک چیز از دستون میویا برادران، یاردم کن، از دستون نمیویا دو کنین انشالله با هم رای خدا ایشانی خوبتر است، بهتر است. ما الحمدلله که با دو میسازیم، ما با دو میسازیم. برای هم برادر عزیز شورش غوغا در کار نیستی، انشالله با هم رای خدا دجه نگاه کن که هم برادر میگه که همین خیلی وارده استن شو که دجه نمیگیرن، ای بسیاری شد میکنن. ما باوری دارم که مردمی ما داخل خون ندارن. برای هم برادر عزیز در کار نیست، هر یک اکوی هستن، هر یک برادرای هستن الحمدلله پس ایکران، هر یک کارای میکنن، هر یک خیرای میکنن الحمدلله. بچه چهار خونه را سوز کردن نمیتونن، همین خیلی میکنن که کیف میکنی بعد تمام قاعده و قانونش خاطی. برای هم در کار نیست برادر عزیز. چی گفتنیم برادر عزیز، الله مهربان قدامت که خیر میکنی، خداوند در امر جانتون برکت تا. پروردگار مهربان این برادرایی که خواهراشون از دست دادن، مادراشون از دست دادن، برادراشون از دست دادن، پدراشون از دست دادن، صبر جمیل خواهانیم. یک بار دیگه همدردی ما را قبول کنین. پروردگار مهربان توجیکستان ما همه وقت صلح
تنجی و امانی باشه. خدای مهربان دعا میکنیم که صبح همین خیلی مشکلی ها در تاجیکستانی ما نباشه. برای که برادر عزیز ما به وطن هیچ کسی شکرانه کنیم که وطن داریم. به وطن هیچ کسی هیچ کس برای هم قدر شکرانه پروردگار کردن در کار اولش، دیمش شکرانه این نعمت های کردن در کار که پروردگار ما را دو دایش و بعد شکرانه کردن در کار که ما این قدر وطن آباد داریم. ما این قدر وطن آباد داریم برادران. خدا نگهبانتون باشه. در امان الله باشین. دعا کنید.